روز دوشنبه در سراسر افغانستان مخابرات موبیلی و اینترنت قطع شد. چند هفته پیش از آن حکومت طالبان افغانستان در بعضی منطقه ها استفاده نخهای اپتیکی مخابرات را منع نموده بودند. در این باره یک گروه ناظران بین المللی و از جمله رادیوی افغانستان آزاد گزارش دادند. تا هنوز طالبان درباره این قرار اخیر خود چیزی نگفتند، ولی روز 26 سپتامبر حاجی زاهد سخنگوی طالبان در ولایت شمالی بلخ در شبکه ایکس اطلاع داده بود که منع اینترنت با امر رهبری طالبان هیبت الله آخوندزاده صورت گرفته، هدف از آن به گفتش جلوگیری از بداخلاقی است. طالبان برای اثبات نمودن درستی اقدامهایشان شریعت اسلامی را بهانه پیش می‌آورند، ولی شماری از علما اسلامی گفتند که برای منع اینترنت هیچ زمینه وجود ندارد. قطع اینترنت خانه به خانه تأثیر منفی در تمام بخش‌های زندگی می داشته باشه. بخش عمده‌ای از خدمات ملکی مانند توزیع تذکره، پاسپورت، سیستم بانکداری با اینترنت ارتباط داره. امروز روند آموزشی همگان به ویژه افراد دارای معلولیت مخصوصا نابینان ارتباط نزدیک با اینترنت داره. کتابخانه‌های آنلاین در شفاخانه، بخش خدمات درمانی آنلاین، تجارت آنلاین که اخیراً معینیت امور جوانان و وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده بود. شما می‌فهمید که یک بخش زیاد از آموزش و پرورش از طریق آنلاین و اینترنت صورت می‌گرفت. با قطع اینترنت جوانای ما، دخترای ما، بچه‌ها از آموزش و پرورش آنلاین دور میباشند. دیگه این تبعات بسیار مختلف می‌داشته باشه. برای همه معلوم است. دیگه ما خواهش میکنیم از مسئولین امارات اسلامی که بازنگری بکنن و اینترنت دوباره وصل بکنن. به نوشته خبرگزاری ریترز منع اینترنت یک بخش از محدودیت گذاری طالبان روی آزادی های فردی و پخش اخبار آزاد است. از زمان سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 این جنبش تندگرای اسلامی به طور جدی حقوق زنان را محدود نموده، دیگر اندیشان را تحت تعقیب قرار داده است. از اینجاست که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای عالم از اعتراف حکومت طالبان افغانستان خودداری میکنند. یگانه کشوری که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است روسیه می باشد.